دوست هرچی آید نکوست. البته انسان میخواهد که حرفای شیرین نشنود از دوستان. دوست برای همین است. چرا شما نمیخواهید که بشنوید از دوستان؟ خبری ناخوش، سخنی ناجا. اون شخصی بدرفتار است، اون شخصی دروغگو است، اون شخصی نالایق است. همین حرفا رو نمیخواهم. یعنی نسبت خودتان نمیخواهید؟ نسبت خودم. کدام حرفا رو نمیخواهم. پیش از همه برای به عزت نفس رسیدن. اون وابسته به حیات شخصی، وابسته به حیاتی که آدم داره در زندگی. من میخوام که وقتی با دوستان گپ زنم، با دوستان صحبت کنم، دوستان یک گپای باشن که برای بلند کردن احساسات زندگی و کمک رسانند. وقتی که گپای ناشایان، گپای حقارتی، گپای دیگری البته با آدم تاثیر میکند، آدم رنگ خیره میشود. نمیخوام شنیدن که از برای اویله سخن میرود. یعنی تاکید کردن و اون چی دخالت کردن شخصی من نمی‌سازد. اگر اون پرابلمایی که شخصی میشه و یا در شخصی و لذت کردن فکرشون گفته. هر کاری که در اویلوی میشه اما دو شخص شوتر حل میکنن. چه باز بیرونه یگان کس شخص است چی کرده. در حالتی که یگان کاری که تو میکنی و تو میخوای که درسته و یا میگن نه نمیشه. یعنی پیشروی را ممکنه که و یا چی کنه. یعنی حسیاتی که تو میخوای یگان ایده داری و ایده تو را نمیمونه که پیشروی که تو نمیتونی ایو داشت نمیبری ایت باوری نیست. لیکن فکر میکنم که باید با کلای خودت کنی میشه. یکم مسئله این مسئله که دوستان هنگام وقتی که صحبت کردن مثلا شکایت بسیارتر در برای زندگیشون دارن. ما مقصد همراه دوستان میخوایم که شینیم یک دلخوشی گذرونیم، یکون بگیم کمبودیایی که برای پیشروی زندگی یگان ایدئیوم داشته باشیم و یا همه چی را یک سو گذاشتم مثلا فکرهای زندگی شخصی خودشونه مثال پیش رو میارم. برعکس من زیاد گپا رو میخوام از دوستام فهمیدن لیکن پنهان میکنن، همه گپا رو نمیگن. حرفای دغل، نامهربان، بی فرهنگ، همین ها من نمیخوام شنیدن. من میخوام دوست صادق باشد، گپای صادقانه گپ زند، راست حرف زند، راست معامله کند، راست رفتار باشد.